در تاریخ دولتداری صاحب استقلالمان همساله سنه 6 نوامبر همچون روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان با تنتنه تجلیل می‌گردد. در ناحیه باباجان غفوروف به مناسبت تجلیل 31مین سالگرد روز قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در قصر فرهنگ جماعت دهاتی به نام حیدر عثمانوف جمع آمدی تنتنه‌ای برگزار گردید. نخست رئیس ناحیه سخنرانی نموده ابراز داشت که کنستیتوسی تاجیکستان صاحب استقلال در تاریخ نوین کشورمان رویدادی واقعا هم سرنوشت ساز بوده. بختنامه کشوری ما 31 سال پیش 6 نوامبر سال 1994 به طور دموکراتی با رایپرسی عمومی خلقی قبول گردیده است. این سنه برای مردم تاجیک یک سنه تاریخی بوده. سرنوشت امروز و فردای دولتمان را در خود تجسم می نماید. معاون رئیس ولایت پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده را به سمع عموم رسانده. افزود که کنستیتوسی که میتوان آن را شناسنامه دولت و بختنامه ملت نامید، باری نخست تاجیکستان را به جهانیان همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی معرفی نمود. زبان تاجیکی را همچون زبان دولتی اعلان و رمزهای دولتی مملکت را معین کرد. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را، ارزش عالی و خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. مردم ناحیه باباجان غفوروف با سعادتمندی و سرفرازی افتخار از دیار محبوب و با شکرگزاری از سیاست خردمندانه و عادلانه پیشوای معظم ملت، فضای آرام و آسایشته کشور، استواری پایه‌های دولتداری، جشن 31مین سالگرد قبول کنستیتوسی را با فرحمندی استقبال نمودند. کنستیتوسی دوران استقلال ما جوابگو به طلبات زمان نو و جامعه معاصر کشور بوده تا امروز برای رشد و ترقیات دولتداری ملی تحکیم پایه‌های آن و زندگی آسوده و آزادی مردم تاجیک نقش مهم می‌بازد. واقعا نتیجه همین دستاوردهای کنستیتوسیونی است که امروز در مملکت صلح و ثبات و وحدت ملی پایدار است و خلق تاجیکستان از جمله ساکنان ناحیه باباجان غفوروف با حس بلند وطن دوستی به آبادانی و سازندگی سرزمین صاحب استقلال کمر همت بستند. تاجیکستان کشوری ما سروری دولت شما. کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان این بختنامه ملت می باشد. در آن حقوق و آزادی های شهروندان بررسی و ارائه گردیده شده است. بیهوده کنستیتوسیا را بختنامه ملت نمیگویند، زیرا کنستیتوسیا با اساسترین مقدسات های خودش به مردم تنها با یک مقصد، با فراهم آوردن شرایط و حفظ حقوق‌های آزاد به زندگی را تأمین می‌نماید. ما خوشبخت‌ترین انسان‌های در دوران استقلال هستیم که با همین کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تمام حقوق و آزادی و منفعت‌های شهروندی را احساس می‌کنیم و امروز در کشوری آباد و آزاد عمر به سر می‌بریم.